یکی از مشکلات مدارس، متاسفانه مدارسی که فعلا وجود داره، البته همه مدارس نه، خیلی از مدارسی هستن که به علوم حدیث اهتمام میدن، به تفسیر اهتمام میدن، هستن زیادن و خاصا مدارس جدیدی که تأسیس شده، علمایی که خواستن، علمایی که در مکی در زاهدان درس خواندن، علمایی که در کشورهای عربی درس خواندن، به این علوم اهمیت میدن. به طور مثال در همه این مدارس چیزی به اسم ختم بخاری دارن، بخش حدیث دارن، کتب حدیث میخوانن. مثلا ما در کتاب صحیح بخاری یک باب کاملی داریم به نام باب رفع الیدین. لحظات پیش برادر ما تماس گرفته بود که در مذهب حنفی و در مذهب امام ابو حنیفه و در فقه حنفی، بابا جان، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث صحیح و صریحشان در باب رفع الیدین، ما در بخاری باب رفع الیدین داریم، در صحیح مسلم باب رفع الیدین داریم، در ابو داود باب رفع الیدین داریم، در نسائی و ابن ماجه باب رفع الیدین داریم. در همه کتب احادیث ما باب رفع الیدین داریم و احادیث رفع الیدین احادیث صحیح است، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است. و جالب این است که همین احادیث رو در مدارس احناف خوانده میشه، متاسفانه علما هیچ چیزی در موردش صحبت نمیکنن. به طالب چی میگن؟ تو بخوان رد شو برو، این مخالف مذهب ماست. بابا جان، تو مذهب رو از کجا کشیدی؟ دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید همانطوری که من نماز میخوانم. صحابه روش نماز خواندن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما روایت کردن. باب کامل در کتب حدیث ما به نام باب رفع الیدین هست، اما ملا صاحب میگه رفع الیدین نکن. هر کس هم که دستشو بلند کرد بعد از رکوع یا بعد از رکوع، قبل از رکوع یا بعد از رکوع، کافر شد، وهابی شد. خیلی ابن عمر وهابی بوده، ابن مسعود وهابی بوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیه بالله وهابی بوده که رفع الیدین میکردن. ما در همه کتاب‌های احادیث ما باب رفع الیدین داریم. الان هر کدامی از شما در خانه‌تون کتاب صحیح بخاری دارید، برید باز کنید و ببینید که آیا باب رفع الیدین هست یا نیست در اونجا. یعنی باب کاملی رو ما داریم در صحیح بخاری به نام باب رفع الیدین در نماز و همه احادیثی هم که در اونجا وارد شده احادیث صحیح و صریحی است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که برای ما بیان کردن که باید در این اماکن رفع الیدین بکنیم. ببینید این پنهانکاری علمای ما در مدارس و بیان نکردن واقعیت ها سبب بروز تعصب در جامعه شده. مثل چند پیشتر کلیپی یک ملایی رو که هر کس گفت قال الله و قال رسول بدانید که وهابی است. این منطق احمقانه ای که متاسفانه در بعضی از مدارس ما شایع شده که حتی مدرس، عالم، ملا صاحب میگه که هر کس قال الله و قال رسول گفت وهابی است. به طلاب علم یاد نمیدن رفع الیدین چی است. بابا جان، شما بیایید بگید که این رفع الیدین است، این باب رفع الیدین است، این احادیث صحیح است، از پیامبر وارد شده است، ثابت شده است. اگر کسی رفع الیدین کرد با او برخورد نکنید، او سنت پیامبر را اجرا کرده است و این احادیث صحیح است از پیامبر. اما ما در مذهب فقهی ما، در مذهب حنفی، اعتقاد داریم که این رفع الیدین در یک زمانی بوده است و بعداً منسوخ شده است، دلایلش رو بیان بکنید. اینا رو نمیگن به طلاب. فردای طالب بیچاره دستارش بسته یا نبسته، یک کسی رو میبینه که در مسجد رفع الیدین کرد، نزدیک است که چاقو بیاره او رو شکمش رو پاره بکنه. چرا؟ چی شده؟ این وهابی شده. چرا رفع الیدین کرده؟ این پنهانکاری ها و علم رو پنهان کردن، حدیث رو پنهان کردن، دروغ گفتن به طلاب سبب ایجاد فتنه در جامعه میشه، سبب ایجاد جهل و نادانی و تعصب میشه. تعصب سبب اصلیش جهل است. الان مثلا شما یک حنفی هستید، می روید در مسجد الحرام، در مسجد النبی، در مکه، در مدینه، در
قطر، در کویت، در امارات، در مصر، در آفریقا، در آمریکا، در هر مسجدی، در هر گوشه دنیا با من روش حنفیت نماز میخوانی. یک روز شده که کسی بیاد به تو بگه چرا اینطوری نماز میخوانی؟ چرا دستتو اینجا گرفتی؟ چرا دستتو اینجا نگرفتی؟ چرا دستتو اینجا نگرفتی؟ چرا دست زیر نافت گرفتی؟ تا حالا شده کسی به شما اعتراض کرده باشه؟ چرا اعتراض نمیکنن؟ چون مردم علم دارن، میدانن که این روش نماز خواندن شما طبق فقه حنفی است و اشکالی ندارد. نماز تو هم قبول است، نماز او کسی که رفع الیدین هم میکنه قبول است. اما خدا نکنه که یک شافعی و مالکی و حنبلی بیاد در یک از مساجد ما در افغانستان رفع الیدین بکند یا آمین به جهر بگوید. بیچاره رو چشما چنان میکشن که میخوان با چشماشان بخورن طرف رو. چرا؟ جهل، نادانی، حماقت، بیسوادی. چرا؟ مدارس ما جاهل به بار می آورد، ملای جاهل. فقط اسب گادی رو دیدید؟ اسبای گادی رو یک چیزایی میبندن اینطوری، فقط این پیش رویش رو ببینه، چپ و راستش رو نگاه نکنه. مدارس ما متاسفانه بعضی از مدارس ما اسب گادی تربیت میکنن، به جای طالب علم اسب گادی تربیت میکنن. این قدوری است، این شروط الصلات است، این کافی است، این فلان است، این عاشی ابن عابدین است، این است، غیر از این خارج نشو که مرتد میشی. نه، دین ما دین بزرگی است، دین وسیعی داریم ما، فقه پویایی داریم ما، فقهای اهل سنت همه اینا قابل احترامن. شما مختصر منحصر به یک فقه و به یک کتاب نکنید مردم رو. مثل اسب گادی تربیت میکنن، فردا اون طرف که رفت چهار طرف رو دید، علف و سبزا رو که دید یهو وحشی میشه. در مساجد ببینید که طرف رو لت و کوب کردن، کتککاری کردن، به خاطر چی؟ وقتی که رفع الیدین کرده. به باب رفع الیدین آمین به جهر در کتابای بخاری و مسلم و کتابای احادیث هست و پنهان میکنن از مردم. این غلط است، این اشتباه است. من باور کنید 10 ها کشور دنیا رو گشتم، در مساجد مختلفی نماز خواندم، در مسجد شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی. هیچ کس، باور کنید من مسجدی رو دیدم که مؤسس مسجد، کسی که مسجد رو وقف کرده، حنبلی است، امام شافعی است. نماز وتر رو بر اساس مذهب حنفی می‌خواندن امام شافعی. پرسیدم که من قناعتم این است که روش وتر خواندن در مذهب حنفی صحیح تر است. قناعتش این است. مردم رو در دینشون آزاد بگذارید، اسب گادی تربیت نکنید، عالم تربیت کنید در جامعه. طرف دستاربندی کرده، فارغ شده، از عقیده هیچ صفر نمیداند. نصف قرآن کریم، بیشتر از نصفی از قرآن کریم آیاتی است که ترکیز و اشاره مستقیم و مباشر بر عقیده را هم و غم رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه انبیا و رسول عقیده بوده است. طرف دستاربندی میکند از عقیده صفر. چی خواندی صاحب در مدرسه؟ والا منطق خواندیم، فلسفه. خاک در سر و بی منطقی که به تو منطق یاد داده. اون منطق چی به درت میخوره در زندگی؟ همینایی که منطق خواندن در این مدارس در افغانستان، از این منطق چه استفاده کردید در زندگیتان؟ اینایی که فلسفه خواندن چه استفاده کردن از فلسفه در زندگیشون؟ بزرگترین منطق قرآن است، بزرگترین فلسفه قرآن است، بزرگترین کتاب قرآن است، اصل دین قرآن است. و کسی که قرآن نمیخواند، باور کنید همه کتاب‌های دنیا را بخواند به دردش نمیخورد. به عنوان یک مسلمان دارم اینو میگم، نه اینکه حالا فردا کسی بیاد به یک سعیز کسایی که کتاب کیمیا و فیزیک و ریاضیات خواندن به دردشان میخوره. اما برای یک مسلمان در دنیا و آخرت در قدم اول قرآن است. و این مشکلی است که متاسفانه از مدارس شیعه به مدارس اهل سنت احناف منتقل شده است. در مدارس شیعه طرف حجت الاسلام میشه، آیت الله میشه، آیت الله العظما میشه، قرآن رو بازم نمیکنه. و این مشکلی است که متاسفانه در جوامع ما وجود دارد.